ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضادم رایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من عقل دارم. خب الحمدلله، قسمت هایی از فرموده این بزرگوار مفتی نعمان را با هم شنیدیم که ایشون در این قسمت چند مورد را اشاره کردن که الحمدلله ما هم در این مورد با ایشان موافقیم. ایشون خود را حنفی مسلک میدونن و مدعی هستن که ما با سند گپ میزنیم، یعنی با سند حرف میزنیم. اینطور نیستش که حرفای ما بدون سند باشه. و حتی به همین مورد هم اشاره کردن که تحلیل و تحریم اگر از طرف ما، از طرف شخص ما بدون تحقیق صورت بگیره و اعلام بشه، این نعوذ بالله انسان را از ایمان خارج میکنه. و البته این مطالبی هستش که ما هم به این اذعان داریم. همینطور که الله متعال در سوره نحل آیه 116 الله متعال صاف فرمودن ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، یعنی همینطور هر چی که بر سر زبان شما میاد بدون تحقیق دروغ بر خدا نبندین. هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الكذب. همینطور بدون تحقیق نگین که این درسته، این حلاله، این جایزه، این ناجایزه، لتفتروا علی الله الكذب. چون اگر شما مبنای تحقیق شما هوا و هوس شما باشه، بر مبنای قرآن و سنت و اصول اهل سنت و الجماعت نباشه، الله متعال میفرمایند که این دروغ بستن بر خدا هست. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله متعال اعلام فرمودن که بگوی رسول خدا، اونایی که بر خدا دروغ میبندن، یعنی چیزی که ناجایز جایز قرار میدن و چیزی که جایز ناجایز قرار میدن، یا چیزی که حلاله بگن حرامه، یا چیزی که حرامه بگن حلاله، الله متعال صاف فرمودن که چنین اشخاصی لا یفلحون، نجات پیدا نمیکنن، یعنی ایمان خودشون را از این دنیا به سلامت نمیبرن. متاع قلیل، در این زندگی دنیا بنابر همون زحمتی که میکشه الله متعال همونطوری که به نمرودیان فرعونیان هم اموال زیادی داده بود، به این چنین اشخاصی هم الله متعال در این دنیا متاعی میده، متاع ناچیزی در این گذر دنیا، زندگی مرفهی هم شاید به این اشخاص بده. ولهم عذاب علیم، ولی برای اینا، برای چنین اشخاصی که بدون سند حرف زده و چیزی حلال حرام یا چیزی را که جایز ناجایز قرار میدن، در اون دنیا برای چنین اشخاصی عذاب دردناکی وجود داره. لذا ما هم طبق اصول همین بزرگوار، چنانکه در قسمت پیشم گفتم، ما هم حنفی مذهب هستیم و ما هم میگیم که باید با سند حرف بزنیم و ما هم این را قبول داریم که اگر ما چیزی را جایز باشه ناجایز قرار بدیم یا حلال خدا را حرام یا برعکس قرار بدیم، نعوذ بالله این کلا انسان را از ایمان خارج میکنه. لذا خواهش من از شما بزرگواران این است که قسمت هایی که بنده در مابین سخنرانی های این بزرگوار توضیح میدم، شما با دقت گوش کنین که آیا این دلایلی که بنده اینجا پیش میکنم آیا طبق مذهب اهل سنت و الجماعت تابع مذهب ما حنفی هستیم یا نیستیم، و اینکه نعوذ بالله خدای نکرده ما چیزی که جایز ناجایز قرار دادیم یا ندادیم. الله متعال به همه ما توفیق بده. قسمت دیگری از سخنرانی این بزرگوار را بشنویم.